رونالدویی نداره که بخواد راجبش صحبت کنه و ما در واقع ستاره‌ای نداریم که بخوایم راجبش صحبت کنیم و خودمونو تکیه کنیم به اون ستاره و اون کسی نیست جز کریستیانو رونالدو که من نه همه اساتید قبولش دارن. سلام بچه‌ها، چطورید؟ چه خبر؟ به لاین ویدیوی 4 دقیقه‌ای رئال بدون ستاره خوش اومدید. امروز قراره راجع به رئال صحبت کنیم و فاجعه بودن دیشبش. تو سانتیاگو برنابئو 2-1 باختیم و از والنسیا هم فکر کنم 2-1 باخته بودیم و اینکه یه فاجعه‌ای به نام رئال بدون ستاره. ما امباپه نداشتیم، مثلا ما امباپه، جود بلینگام، رودریگو اصلا نداشتیم و اصلا انتظارش هم نداشتیم همچین تیمی داشته باشیم که طوری شد که کارلو آنجلوتی دقیقه 70 خورده‌ای 75 یا 6 انریکو میاره داخل زمین. انریکی که مال بازی بزرگ نیست. ما اگر میتونستیم که راجع به لامین یامال صحبت کنیم، لامین یامال واقعا یه بازیکن بزرگه توی این سن، اما انریک اصلا اینطوری نیست که تو بخوای بهش تکیه کنی، اونم تو سانتیاگو برنابئو تو اون جو و اونم با یه باخت وحشتناک 3-0 که تو 3 تا عقبی و یه بازیکنی آوردی تو به نام انریک که اصلا مگر اینکه بتونه به والنسیا گل بزنه تا اینکه به آرسنال آرتتا و تو اون شرایط قوی بودن فکر نمی‌کنم میتونست حتی گامی برداره و همینطور هم شد. کاری نتونست انجام بده و کامل بازی رو از دست داد. از نظر من ما امباپه‌ای نداشتیم بچه‌ها، ما ستاره‌ای نداشتیم که به اون بخوایم تکیه کنیم و بازی رو تماشا کنیم راجبش و بهتر بگم بازی رو ببینیم و اون ستاره ما رو به دلخواه دلمون برسونه. اصلا اینطوری نبود. ما امباپه رو نداشتیم داخل بازی و این فاجعه بود. ما اصلا نمیدیدیم ما این مهاجم نو که مهاجم هدف نه یه تک به تک شد نه دریبل خوبی زد، تو سه تا دریبل موفق داشت. از نظر من بیننده‌ای که 95 دقیقه از اون بازی رو دیدم و با فکر کنم 7 دقیقه وقت اضافه‌ای که نیمه اول تلف شد کل بازی رو دیدم. امباپه رو ما اصلا نداشتیم. امباپه اصلا نمیدوید. اصلا امباپه رو ما میگم ما نداشتیم، اصلا یه مهاجم نداشتیم و جود بلینگام اصلا خودش نبود. اصلا اون هافبک خلاقی که میتونست بازی سازی کنه و پاسای خلاقانه بده به مهاجماش، به وینیسیوس، اصلا اونطور نبود. و اگر از بلینگام و امباپه که واقعا فاجعه بودن بکشیم بیرون، وینیسیوس یه رتبه 7 تا 8 رو داره از 1 تا 10 چون که واقعا بی‌نظیر بود توی این سطح. حالا یه گل زد، حالا هرچند که گلش زیاد جالب نبود ولی بازم یه گل زد، بهتر از بقیه بود. چند تا ارسال داشت، چند تا پاس خوب داشت و یه پاس هم داد به انریک که گفتم انریک بازیکن بازیای بزرگ نیست و اینو نشون هم داد داخل زمین و مسلماً ما 5-1 باختیم در سانتیاگو برنابئو که 3 تاش هم داخل ورزشگاه آرسنال خورده بودیم. و اینکه این بازی یه چیزو به ما نشون داد که امباپه بازیکن بازی بزرگ نیست. من گفتم حتی تو یه بارم تو پیج اینستاگرامم اعلام کردم، گفتم که امباپه بازیکن روزهای بزرگ نیست. امباپه بعد از جام جهانی خاموش شد و تموم شد. نمیدونم جو جام جهانی چی بود که به امباپه همچین فرصتی رو داد که 3 تا گل جلوی لیونل مسی بزنه و بخواد آرژانتین رو حذف کنه که این اتفاق هم نیفتاد. ولی خب امباپه تو جام جهانی مرد. این نظر من بوده. امباپه ستاره نیست، یه ستاره بزرگ نیست، درخشان به اندازه رونالدو نیست، واقعا نیست، چون کریستیانو یه بخش دیگه ای از فوتباله و اینجا که موضوع اصلیمون هم بود امروز رئال بدون ستاره. ما ستاره نداریم بچه‌ها. دوران 2012 رئال مادرید فاجعه بود ولی خب رونالدو اومد و نشون داد که میتونه و انجام میده و انجام هم داد با کاشته‌هایی که زد، با بی‌نظیر بودنش، با دریبلایی که انجام میداد، با نفوذ کردن به خط میانی دفاع‌ها این کارو انجام داد. چطوری میشه که یک ستاره متولد میشه؟ ما توی بازی سختیم که همه یک شکل دارن بازی میکنن، چه تیم حریف چه تیم ما. حالا اگر تیم حریف ما قوی تر باشه اللحاظ عددی و بازیکنی که اون ستاره نیست، اللحاظ عددی دارن میان و به ما نفوذ میکنن. اما وقتی یک ستاره داخل تیم داریم، همون ستاره یه پشت محوطه، یه شوت و یه انرژی خاص داره، یه شوت رو میزنه اون شوت تبدیل به گل میشه، ما برنده میشیم. رونالدو سال 2018 پرتغال اسپانیا، بریم ببینیم چی شد. اصلا لازم نیست بریم ببینیم چی شد، هممون میدونیم چی شد. 3 رونالدو 3 اسپانیا 3. واضح بگم رونالدویی که پنالتی خودش گرفت،
گل دوم خودش زد. گل سومو بی‌نظیره کاشته تو اون شرایط. کل پرتغال روی تلویزیون روی بیلبوردها داشتن بازی رو نگاه میکردن. رونالدو پشت تو بدون هیچ استرسی سجاف دروازه، اونم به کی؟ به دخیا ببخشید، اونم به اون گلری که واقعا بی‌نظیر بود. حالا الان خیلی وقته که دیگه نداریمش، اما واقعا بی‌نظیر بود اون زمان و فوق‌العاده بود. و واضح بخوام بگم ما ستاره‌ای نداریم و بعد از کریستیانو خیلی ها اومدن گفتن اونو درس آلا مادرید، از جمله اندریک، امباپه و فران گارسیا، اما هیچ کدومشون نتونستن به یه نفر که میگه اونو درس آلا مادرید که کریستیانو رونالدو باشه برسن و ما نتونستیم ستاره‌ای داشته باشیم که بهش تکیه کنیم، اونم به نام کریستیانو رونالدو. به نظر من جاشو گرفتن خیلی محفوظه و سخته و اینم بگم که جای اون یک نفر قراره بگیره که من اسمشو میدونم و تو خاموش بمونید. یکم ویدیوها طولانی تر بشه با هم میریم جلو و نزدیکش هم میشیم که اون فرد کی قراره باشه. مراقب خودتون خیلی باشید. رئال بدون ستاره قسمت اول، قسمت دوم فردا منتشر میشه. منتظر همتون هستم. فردا ساعت 12 ظهر قسمت دوم همین داستان منتشر میشه. رئال بدون ستاره، حرفای مهمی قراره توش بگیم. میبینمتون. فعلا.